سلام بچه ها، خیلی خوش اومدیم به کانال من با یه ویدیوی دیگه با من و همکار عزیزم دستیار نازنینم همراه شما هستیم. امیدوارم که ویدیومو دوست داشته باشید. پس به افتخار دستیار عزیزم که مهمان افتخاری امروز ما هستن لایک و بکوب. ویدیوی من امروز کمی متفاوته و قراره با هم تصویرهای جنجالی ببینیم. موضوع ویدیوی من از این قراره که ما میپردازیم به پلنگ، میشه گفت بهشون پلنگ، ولی اینا دیگه از پلنگ، اینایی که من انتخاب کردم و میخوام بهتون نشون بدم یه چیزی فراتر از پلنگن. یعنی پلنگ و دیگه الان ما بین دوست فامیل اینا رو میبینیم، ولی اینا یه چیزی فراتر از پلنگن و واقعا شوکه کننده هم و واقعا ناراحت کننده است. من و تو میبینید که چقدر دخترم خوب و مؤدبه. آفرین، مرسی مامان که تشریف آوردی تو ویدیوی من. با هم بریم به اولین ویدیو. اما من دیگه نیستم میپرسی. من راجع به این ویدیو واقعا نمیدونم، انقدر لب اصلا به نظر من طبیعی نیست. طبیعیه به نظر شما این لبای این خانم نرمال نیست؟ به هیچ عنوان لبای این خانم نرمال نیست. آخه یعنی چی؟ به نظر من این چند تا ویدیو رو بذاری جلوی چند نفری که مثلا ایرانی نیستن اصلا تعجب میکنن که اینا هم، من حس میکنم که اینا عمدن خودشون این شکلی میکنن. خب خانم بعدی ابروها رو من واقعا درک نمیکنم و بیشتر توی صورت این خانم چونشه. یعنی این چونه اینجوری واقعا بیشترین چیزی که توی صورت این خانم واقعا نرمال نیست چونشه. کاش میتونستم قبل از عمل اینا رو هم عکساشون رو داشتم، مثلا نگاه میکردم که چه شکلی بودن. وای 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 وای. این عشقم ایدی جون، اومدم پیش دوست پسرم، میخوام بپیچونم برم مسافرت. یه موژه برام بذار، 2 تا پیج زدم پرواز کنم برم. عشقم الان برات یه موژه میذارم، هر کی دید باید پرواز کنیم بریم مسافرت. باشه پس دست درد نکنه دیگه، برام موژه‌مو درست کن برم. باشه. واقعا حرفی نبوده اصلا. مگه میشه شماره 3 بود این. اصلا صورت و هیکل با هم همخونی نداره. نمیدونم، یه عجیب غریبن. مثلا چجوری بگم، انگار که آدم فضایی باشن. نمیدونم. وای، مورد بعدی واقعا من احساس میکنم عمدن خودش رو اینجوری سبک هالووین در آورده. خب این چه موجه هاییه واقعا؟ این مدل ابرو کی گفت؟ اصلا حالم از ابروی کلوف واقعا باورتون میشه به هم داره میخوره. و لب بزرگ، وای اینقدر خیلی لبش بزرگ و دماغش خیلی خیلی کوچیکه. یعنی چی؟ فتوشاپ کرده شاید؟ و لنزش اصلا واقعا، یعنی من نمیدونم. بازم من مثلا فکر میکنم که اوکی، یه نفرشون عمدن میاد خودشون این شکلی میکنه که مثلا وایرال بشه. فکر نمیکنم که اینا هدفشون این باشه که قیافه‌هاشون رو این شکلی کنن که وایرال بشن، چون تعدادشون هم کم نیست. بعدی این خانم فکر کنم معرف حضور همتون هستن و فکر کنم اکثریتتون
این خانم رو بشناسین. حالا من توی پیجش میرم. شادی رنگ لبا چقدر قشنگه. با خجالت بکش سامان چه حرفی میزنی؟ خجالت چرا؟ واسه خانومم میخوام. جدی میگی؟ من آره. خانمت میخوای؟ سامان از وقتی که این شیدینگ لب و پیش النا زدم همه فکر میکنن که من هر دقیقه تینت لب استفاده میکنم. خیلی عالیه. یعنی استخبرو همون برو غذا بخور اصلا پاک نمیشه دائمی. یا یعنی اینقدر صورت بزرگ مثلا گونه های اینقدی چیه داستانش؟ این خانم فکر میکنم که بازم من احساس میکنم که فتوشاپ کرده، چون اصلا امکان نداره اینقدر موجه بلند و این توی چیزه نوشته که کاشت موژه کایلی عروسکی برای عروسک باربی، زمان اجرا 30 دقیقه. این تبلیغ موژه است، یعنی همینجوری موژه گذاشته. سلام خوشگلم، اومدم شو یوکا جونم. همه مشتریاش نچرالن. اگه شما نچرالین حتما پیشش بیان. خودش که از همه نچرالتر، قربونش برن. سلام خوشگلم، اومدم شو یوکا جونم. همه مشتریاش نچرالن. اگه شما نچرالین حتما پیشش بیان. این خانومو من هر چند وقت یه بار نگاه میکنم، مثلا میبینم که چون همش فکر میکنم فتوشاپ و ادیت و ایناست، بعد دیدم نه لایو گذاشته واقعا همین شکلیه. اینجا که اصلا چونه ای وجود نداره، بعد لب ابرو. خدا وکیلی تا الان فکر کنم 5 بار گوشی من تخفیف داریم و اینکه توسط فوق تخصص جراح پلاستیکه و اینکه تو کلینیک موبیل عملتون میکنیم و الان هم بالا سر عملیم. بچه ها آقا مجید میگن به اینا کسی مثلا چه کسایی بهشون تبلیغ میدن؟ چون دقیقا چون دارن تبلیغ هم میکنن. من نمیدونم آدمایی که مثلا میان بهشون تبلیغ میدن کیا هستن که به اینا تبلیغ میدن. وای بچه ها این یکی خیلی وحشتناکه، واقعا وحشتناکه. سلام بچه ها، من رویسم. امروز از لبنان اومدیم برای انجام خدمات زیباییمون میشه رزوان بیوتی. خیلی راضی بودیم، مرسی عشقم و حتما به پیجشون سر من بچه ها پس میتونستم از آدمایی که بیرون نگاه میکنم برای فیلم بگیرم بذارم، ولی جالبه. میگه کاش میتونستم از آدمایی که مثلا بیرون دارن نگاه کاش از آدمایی که نگاه میکنن فیلم بگیرم بذارم. خب واقعا آدم نگاه میکنه. من یه آدم اینجوری ببینم بیرون اصلا زوم میشم روش نگاه میکنم، خیلی برام شوکه کننده است. وای اینجا خیلی وحشتناک شده. این هم مثل پسری که شلوارک پوشته و پاشو که یکی برعکسه. 12. سلام پگاه جون، دلیل انتخاب طرح کیتی روی گونه برای تتو چی بوده؟ سلام آیناز جون، دلیل انتخابش این بود که من معلم و مربی بچه ها هستم مهد کودک و اینکه میدونستم که بچه ها با دیدن کیتی خیلی خوشحال میشن و خواستم دلشون رو شاد کنم. از تتو راضی هستی؟ خیلی. من فکر میکنم دارن اینا الکی مسخره بازی در میارن. واقعا این معلم تو مهد کودک اصلا راش میدن به عنوان معلم تو مهد کودک؟ فکر نکنم. نه شرق نه غرب، فقط رزوان بیوتی. کلی تخفیفای خفن میذاره، حتما به پیجش سر بزنید. کارش حرف نداره. خب این واقعا یعنی چی بچه؟ من اصلا نمیتونم بفهمم. فقط رزوان بیوتی. خدا بسم الله. اینا کسی بهشون چیزی نمیگه؟ دوستی موسی کسی ها نداره که بهشون بگن؟ باز این نسبت به بقیه ها به نظر من خیلی بهتره.
با اینکه خیلی وحشتناکه، اینم شوکه کننده از قیافش، ولی نسبت به بقیه ها به نظر من این خیلی بهتره. لباش که بیش از اندازه بزرگه، چونش وقتی نیمروخ میشه چونه و موجه های این رنگ چه مد شده نمیفهمم. قشنگه یعنی موجهاش واقعا شوکه کننده، واقعا وحشتناک. دماغش هم که اصلا حرفی ندارم. لباش و چونش جانم چرا انقدر به خودت مینازی؟ به خاطر اینکه عزیز دلم کل دخترای سرزمینم پولاشونو بذارن رو هم نمیتونن تیپ به این گرونی مثل من بزنن. من خوشگل وصف ناپذیرم، یعنی هیچ که زیبایی منو تو دنیا نداره. اصلا صورتش اینجوریه. بعد عکساش الان براتون میذارم، واقعا عکساش. شما همون خانم معروفه نیستی که همیشه تو اکسپلور منه؟ خیلی هم خوشگله، خواننده هم هست، صداش خیلی خوب. اصلا دماغ وجود نداره اینجا. شبیه آدم فضایی هن. واقعا این یکی شبیه آدم فضاییه، خیلی خیلی شبیه آدم فضاییه. من که واقعا شوکه شدم. برام کامنت بذارین که اگه شما همچین قیافه‌هایی رو تو خیابون ببینید عکس العملتون چیه؟ واقعا براتون عادیه؟ یعنی عادی شده اینقدر این قیافه ها، یا اینکه واقعا من که همین الانشم ببینم زوم میشم روشون، اصلا نمیتونم، یعنی برام عادی اصلا نیست چهره هاشون. فکر کنم این ویدیو رو پارت پارت بذارم، چون این قیافه ها زیاده. من زیاد این انسان نمیرم، ولی هر وقت که میرم یه عالمه از این قیافه ها میبینم. سعی میکنم ویدیوشو براتون اینجوری درست کنم که بذارم و انقدر که خودم شوکه شدم ببینم شما هم شوکه شدین یا نه. مرسی که ویدیو ما نگاه کردید. اگه ویدیو رو دوست داشتی لایک رو بزن، سابسکرایب یادت نره. بای.